میگه که آقا تو رویا داشتی. من رویا دارم. چه رویایی دارم؟ رویاهای من هر روز داره میمیره. یه روزی فکر میکردم بچه بودم برم امریکا رفتم با این چیز برم. نه آقا اونایی که نمیدونم بدونن دیگه قرار نیست رضا پیشرو رویاش این باشه که بره به امنم. چرا؟ شاید قرار باشه که اگه اون در تغییر جهت دنیا کاری بکنه من از اون کمکش میکنم یا تا قسمت بشه با هم دیگه همکاری. من دیگه رویای قدیمو ندارم. من امروز فقط منتظرم هر الهامی، هر کاری، هر دستی از خدای بزرگ بهم بده، طبیعت سرنوشت بهم بده، من در چارچوب قلم، در چارچوب موسیقی یا هر چارچوبی که میتونم اجراش بکنم اونو اجرا بکنم و بعدش هم برم، چون اصلا با این دنیا حال نمیکنم. اصلا هم بمیرم. من با این دنیا چه کاری هست؟ تو خیلی به خیلی کمک کردم. اون کسی که الان میرون کامنتشون همینجوری من دیگه رویای قدیمو ندارم.